های به همتون دوستان، خوش اومدید به کانال آموزش انگلیسی با سعیده. توی این ویدیو با هم دیگه قراره بریم سراغ سطح مبتدی و ساده تر زبان انگلیسی، اونم با یک کتاب جذاب به اسم مامان بزرگ شاد. و توی این کتاب سعی میکنیم یه صفحه رو بخونیم. اینجا نوشته level 3 یعنی سطح 3 هست، ولی من از شما توقع زیادی دارم و دوست دارم خیلی سریع پیشرفت کنید. به همین خاطر میریم توی کتاب‌های مختلف با هم دیگه، مجلات، چیزهای جذاب با هم دیگه میچرخیم و سعی میکنیم حتی شده امروز یک کلمه بچه‌ها یک کلمه یاد بگیریم و اگه بتونیم جمله هم یاد بگیریم که فوق‌العاده است. و نگران یادگیری زبان نباشید بچه‌ها. چرا من این حرفو میزنم؟ چون که بعد یه مدت ناخودآگاه شما که با من کتابا رو میخونید تو این کانال، باعث میشه که انگلیسیتون بهتر بشه ناخودآگاه، چون جمله ها رو دیدی، سبک جمله سازی رو دیدی، ذهنت میخواد یه جمله بسازه، شما شروع میکنی آروم آروم پیشرفت کردن. پس اصلا نگران نباش، فقط کافیه همراه من ویدیو رو ببینی و مرور کنی، دوره کنی. به همین خاطر همین الان لایک کنار ویدیو رو بزن، اون قلب و رنگش رو عوض کن و حتما یه کامنت هم که شده برای من بذار. این کارت به من انرژی میده، چون پای درست کردن این ویدیو وقت زیادی گذاشته میشه. و اینکه این کانال رو دنبال داشته باش که دیگه گم نکنی. خب عادت بریم سراغ آموزشمون. Let's go یعنی بزن بریم. Let's go. خب دوستان، اومدیم سراغ آموزش یه کتاب جدید. اسمش چی هست؟ نوشته happy. ببین 2 پی هم داره. happy به معنی شاد. کی شاده؟ گرانی، مامان بزرگ. گرانی، grandmother میشه مادر بزرگ، یعنی رسمیه. grandmother. ببین مامان که میشه مادر، درسته؟ مادر البته میشه مادر. grand هم به معنی بزرگه. grandmother میشه مادر بزرگ و رسمیه. granny بچه، granny یا حالت مثلا میگی مامان بزرگ، مامان جون، یه چیز شبیه اینه بچه، خودمونیه. grandmother. توجه شدی؟ granny. پس happy granny یعنی چی؟ یعنی مامان بزرگ شاد. دقت کن الان مثلا happy قبل از granny اومده. صفتی که میخواسته به مامان بزرگ نسبت بده رو قبلش آورده، گفته happy granny، مامان بزرگ شاد. ولی ما تو فارسی چجوری میگیم؟ شاد یعنی صفتمون، شادی صفت دیگه. مثلا معلم مهربون میشه صفت دیگه، درسته؟ دقیقا قبلش آورده تو انگلیسی، ولی ما وقتی میخوایم ترجمه کنیم صفت رو بعدش میاریم. میگیم مامان بزرگ شاد، نمیگیم شاد مامان بزرگ، نمیگیم دیگه. آروم آروم اینا رو بهت یاد میدم و سعی میکنم با هم دیگه یاد بگیم. اینجا یه اندم آورده، اند یعنی و. اسم یک کتاب دیگه هستیم بچه. این کتاب ترکیب از 2 تاست. ما فعلا فقط به همین هپی گرانی کار داریم که میریم سراغش، ببینیم از داخلش چی یاد میگیریم. خب عنوانش رو نوشته هپی گرانی، مامان بزرگ شاد. خب شروع کنیم خوندن با هم دیگه. It یعنی آن، it was بود، it was آن بود. ادامه چی میگه؟ Tuesday بچه، Tuesday یکی از روزهای هفته است و سه‌شنبه است. پس میگه it was Tuesday. was گفتیم معنیش بوده، پس داره یه چیزی در مورد قدیم رو داره تعریف میکنه. این داستان مربوط به یه اتفاقی که افتاده. از کجا فهمیدم؟ از was. فعلمون گذشته است بچه. میگه it was Tuesday یعنی سه‌شنبه بود. ببین چجوری معنی کردم؟ سه‌شنبه بود. پس وقتی میخوایم بگیم مثلا دوشنبه بود چی میگیم؟ میگیم it was Monday. دوشنبه، Monday میشه دوشنبه دیگه. It was Monday. تو این کتاب گفته it was Tuesday، سه‌شنبه بود. I میشه من.
I hate. املاشو دقت کن، یه ای آخرش داره. نکن حته نوشته شده ها، ولی ما چی میخونیم؟ تلفظ اون چیه؟ میگیم hate. I hate. hate به معنی متنفر بودن، از یه چیزی خیلی بدت بیاد. حالا میگه I hate، من متنفرم. خب از چی متنفره؟ داره میگه I hate Tuesdays. ببین یه اس آخر Tuesday اومده، دقت میکنی؟ Tuesday شد سه شنبه، Tuesdays اینجا بچه جمع بسته. هر موقع که نه اینجا یعنی اس اومد آخر روزه هفته جمع بسته شده. میگه من متنفرم از سه شنبه ها. ببین معنی تحت اللفظیش میشه من متنفرم سه شنبه ها. خب ولی ما تو فارسی نمیگیم من متنفرم سه شنبه ها، میگیم من از سه شنبه ها متنفرم. یعنی وقتی میخوای معنیش کنی باید به زبون خودت برگردونی. I hate Tuesdays. سعی کن مثلا یکم با خودت وقتی داری چیزی یاد میگیری تمرین کنی. مثلا تو از چه روزی بعدت میاد؟ مثلا شنبه ها که میخوایم از خواب بلند شیم خیلی سخته، درسته؟ میگم I hate Saturdays. Saturday میشه شنبه، من از شنبه ها متنفرم. ببینی الان فعل hate رو یاد گرفتیم، میدونیم Tuesday میشه سه شنبه و اینجام جمع بسته شده. خب ما have داریم. ببین have یعنی داشتن، ولی وقتی گفته ما بعد آخرش have گذاشته یعنی ما داریم دیگه، درسته؟ این فعل مال اون ضمیر دیگه، وی بوده. we have ما داریم. تو به معنی دو هست، تو میشه دو. ساینس. ببین ساینس یکم املاش بچه به نظر سخت میاد، واسه همین اگه خودکار و کاغذ داری بنویس، اگه نداری هم بذار بغل دستت که یه سری چیزا رو سعی کنی املاش هم کار کنی. ساینس ببین اول یه اسه، بعد اون ساینسیه که ما میخونیم، یعنی یه اس اولش اصلا یه جورای اضافه حساب میشه. ساینس میشه علوم بچه ها. علوم معنی علمم میده بچه ها، علوم. classes. ببین classes این جمعه بچه ها دوباره، و به خاطر اینکه آخرش اس بوده نتونسته یه اس دیگه بذاره آخرش جمع بشه، مجبور شده یه ای هم بذاره، شده ای اس. کلاس بچه ها یعنی همون کلاس که تو مدرسه میریم. classes میشه کلاس ها. آن بچه ها برای اینکه بگه چه روزی از حرف اضافه آن استفاده کرده، اینو حالا به مرور زمان یاد میگیری. مثلا میخواد بگه توی چه روزی، آن میاره قبلش. تو انگلیسی اینجوریه دیگه بچه ها، یاد بگیرید دیگه. قبل اون روز هفته که میخوایم بگیم تو اون روز چه اتفاقی افتاده یه آن میاریم. اینو داشته باش دیگه، حرف اضافه است قبل روز هفته میاد. On Tuesday چی بود؟ سه شنبه. Tuesdays سه شنبه ها. خب بذار این تیکه جمله رو ترجمه کنیم. گفتیم we have 2 science classes on Tuesdays. ما 2 تا کلاس علوم داریم. این کلاس علومه بچه ها. 2 تا کلاس علوم داریم تو روزای سه شنبه. خب من یه بار سریع براتون بخونم. We have 2 science classes on Tuesdays. ببین تو در اصل باید به این روونی برسی. حالا من نمیگم اول کارا، میگم به صورت کلی باید سرعتت یه روزی این شکلی بشه. پس آمادگیشو داشته باش، سعی کن حتی شده اعدامم در بیاری اوکی بچه، هیچ مشکلی نداره، حلاله، مشکل نداره. خب تا اینجا رو معنی کردیم. پس داستان چیه؟ داستان تنفر این پسره برمیگرده به اینکه 2 تا کلاس علوم دارن بیچاره ها، ساینس کلاس، 2 تا کلاس علوم تو یه روز، اونم تو سه شنبه ها. خب تیوزدی میشه کوفت دیگه، درسته؟ پس تیوزدیز میشه کوفت، درسته؟ خب بعد ادامهش میگه and یعنی و our بچه ها برای مالکیته، یعنی مال ما. our مال ما. ساینس دوباره ساینس میشه علوم یا علم، حالا هر دوتاش باید ببینیم تو این جمله معنیش چی میشه.
تیچر یعنی معلم. تیچر میشه من بچه ها. منی که دارم به شما یاد میدم تیچر شما. به املاش هم دقت کنید بچه ها. تی ای ای چه. ببین تیاچر نوشته میشه ولی ما میگیم تیچر. اون ای بنده خدا رو اصلا ندیده میگیریم. تیاچره ولی ما تیچر میخونیم. doesn't این فعل کمکیه بچه ها. like به معنی دوست داشتن. like دوست داشتن. منو. حالا چی داره میگه این بچه؟ میگه و مال ما معلم علوم. ببین science teacher معلم علوم doesn't like me منو دوست نداره. ببین این doesn't نداره معنی شد. میبینی؟ حالا چرا doesn't آورده؟ چرا مثلا don't نیاورده به نظرت؟ ببین چون سوم شخص داره راجع به معلم علومش صحبت میکنه. معلم علومش هم یه نفره، سوم شخص حساب میشه. یکی کسی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. واسه همین باید از does استفاده کنیم اینجا. doesn't like me منو دوست نداره. پس فهمیدید بچه ها داستان hate متنفر بودن از سه شنبه ها چی بوده؟ 2 classes 2 تا کلاس داشته. حالا کلاس ها چی بوده؟ science classes 2 تا کلاس علوم. اونم چی؟ یه تیچری، یه معلمی که doesn't like him. حالا him میشه اون آقا پسر. خب این گفته doesn't like me منو دوست نداره. doesn't like me چیکار میخوای بکنی؟ معلمت don't like you دوست نداره. خب دیگه اینم کلاسه. قطعا همه ما این حسا رو تجربه کردیم بچه. حس کردیم مثلا یه سری از معلم‌ها از ما خوششون نمیاد تو کلاس. هی میخوام ما رو صدا بزنن که منفی بگیریم. اینو شما هم حس کردید دیگه. خب بریم جمله بعدی بخونیم. I یعنی من was بودم. ببین چرا گفتم بودم؟ چون آیا ورده. خب داره میگه من بودم دیگه. درسته ما تو فارسی اینجوری میگیم من بودم. eating فعل eat بچه به معنی خوردن. e-a-t خوردن. eating ببین ing گرفته، یه آی گرفته، یه n یه g. این چیه؟ I was eating. ببین وقتی فعلی آینجی میگیره یعنی ادامه داره. نکن مثلا من دارم غذا خوردن. خب فعل غذا خوردن میشه ایت. وقتی آینجی میگیره میشه میخورم. ادامه دار میشه میخورم. حالت استمراری میکنه دیگه. یه چیزی که استمرار داره حالت ادامه دار داره. میگه I was eating یعنی من داشتم میخوردم. توجهی؟ من داشتم میخوردم. حالا اینا رو باید یاد بگیری دیگه. اینا زمانای زبانه و یه بار یاد بگیری بچه تو همه جمله هی تکرار میشه. I was eating, I was writing داشتم مینوشتم. I was playing داشتم بازی میکردم. همش تکرار میشه. my میشه مال من. breakfast میشه صبحانه. ببین املاش چه شکلیه؟ break به معنی شکستن. شکستن که ما میگیم break. fast بچه به معنی روز است. ببین ما صبحونه که از خواب بلند میشیم بعد مثلا 8 ساعت خوابه دیگه که یه چیزی میخوریم. اسمش دقیقا به خودش میخوره. breakfast یعنی شکستن روزه. میبینی؟ ولی به هم چسبیده است. دقت کن. breakfast میشه صبحانه. when زمانی که و بچه ها قبل یه چیزی میاد که ما میدونیم راجع به چی داره صحبت میکنه. مشخصه. the on post همون پستیه که تو ایران هم داریم. منظورش پستچی مثلا میاد. پست اداره پست. arrived ببین arrived این یه فعلیه که ایدی گرفته. ایدی بچه ها گذشته میکنه هر فعلیو. خب دیدی بدون فعلت قدیمی شده. مال مربوط به زمان گذشته است. when زمانی که اون پست arrive بچه ها فعل arrive یعنی رسیدن.
arrive رسیدن. حالا گفته arrived میشه چی؟ وقتی گذشته کنم رسیدن و چی میشه؟ میشه رسید قبلا رسید. درست؟ خب حالا یه بار جمله رو سریع میخونم بچه‌ها که ببینید سریع خوندن چه شکلیه. I was eating my breakfast when the post arrived. من داشتم صبحونم و ببین my breakfast صبحونه من. ببین خارجی ها چجوری صحبت میکنن، میگه my breakfast. من داشتم صبحونه رو میخوردم. الان بخوام بگم من ناهارم چی میگم؟ میگم my lunch. اینا رو سعی کن خودت تمرین کنی با خودت و همینطوری مکالمت پیشرفت میکنه. When the post arrived زمانی که پست رسید. پس وقتی پست رسیده این آقا پسر داشته صبحونه‌شو میخورده. متوجه شدی؟ به همین راحتی داریم زبان یاد میگیریم. خب یه جمله دیگه هم بریم بچه‌ها به نظرم. گفته اوه همون و ببین چه جوری داخل چیز گذاشته، داخل کوتیشن گذاشته اوه که همون آواهایی که ما هم درست میکنیم. حالت تعجب. said. ببین said گذشته say هست. فعل say به معنی گفتنه. say میشه گفتن. said یعنی گفت، گذشته شده. میبینی ایدی گرفته اجرایی. said گفت. my گفتم بالاتر. my یعنی مال من. mother میشه مادر. grandmother رو یاد گرفتیم دیگه، مادر بزرگ میشد. mother هم میشه مادر. حالا اینجا چی گفته؟ گفته said my mother یعنی مادر من. my mother مادر من. said گفت. چی گفته؟ گفته خیلی جمله گویاست. و ببین که مثلا خارجی چجوری میگن مامانش چی گفته. میبینی اول حرفی که گفته رو گفته، بعد گفته مامانم گفته. در حالی که مثلا ما تو فارسی تو کتابم دیدیم میگیم مامانم مثلا 2 نقطه اینجوری، یا مثلا مامانم گفت گفت مثلا ولی اینجا اول گفته my mother said یا said my mother. خب یکم دیگه هم بریم جلو بچه‌ها. یادتون نره بچه‌ها دوره خیلی مهمه. منو دنبال داشته باش که این ویدیو رو چند بار بیای ببینی که قشنگ کلمات تو ذهنت نقش ببنده. شی یعنی اون خانوم. حالا باید ببینیم راجع به کدوم خانوم داره صحبت میکنه. واز به معنی بود. اسمایل بچه‌ها فعلش یعنی لبخند زدن. ببین من دارم لبخند میزنم. من دارم چیکار میکنم؟ دارم اسمایل میکنم، لبخند میزنم. گفته اسمایلینگ آینجی داره یعنی داشته لبخند میزده. ببین فعل واز اسمایلینگ داشته لبخند میزده. از بچه‌ها یعنی همزمان شی اون خانوم. read به معنی خواندن هست. read the on letter. بچه letter میشه نامه. به املاش دقت کن 2 تا تی داره. letter نامه. حالا باید بگم said my mother she was smiling as she read the letter. یعنی she was. ببین she پس مربوط به مامانه میشه. مامانه داشته چیکار میکرده؟ داشته لبخند میزده همزمان که داشته نامه رو میخونده. read میشه خواندن. the letter میشه نامه. همزمان که داشته نامه رو میخونده داشته لبخند هم میزده. ببین تو عکس هم مشخصه داره چیکار میکنه؟ داره اسمایل میکنه از همزمان با چی؟ she is read the letter داشته نامه رو میخونده. خب دوستان به نظرم تا اینجا بس. لایک ویدیو رو یاد نره حتما بزن و یه سری دوره کوتاه هم بکنیم. هپی میشد شاد. گرانی میشه مامان بزرگ یا همون مامان جون خودمون. تیوزدی خیلی مهم بود. تیوزدی سه‌شنبه. هیت متنفر بودن. ساینس میشد علوم یا همون علم. ساینس کلاس میشه کلاس علوم. بریکفاست میشه صبحانه. اسمایل میشه لبخند زدن. اسمایل. لتر نامه. خب
دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. بازم میگم حتما لایک ویدیو رو بزنید، حداقل یه کامنت بذارید که من انرژی بدید که بازم از این ویدیو آموزشی براتون آماده کنم. و فعلا تا ویدیوی دیگه، خدافظ.